بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم از بلژیک. حضرت علی رضی الله عنه جمله‌ای دارند که بسیار جالب و زیباست. این رو خطاب به شیعیان فعلی متعصب در ایران عرض میکنم. فرمودن الفرصت تمر مر السحاب فانتهز الخیر. فرصت مانند ابری است که زود میگذرد، پس غنیمت شمارید فرصت‌های خوب را. عرض میکنم به عنوان یه شیعه هدایت یافته، برادران عزیز، سروران گرامی، کمی تعقل کنید. خداوند در قرآن در خیلی از آیات انسان را به تعقل امر کرده و حتی پیامبر فرموده 1 ساعت تفکر برابر است با 70 سال عبادت. چطور شما میگویید البته آقای قزوینی میگوید، نمیدونم بقیه شیعیان هم همین اعتقاد رو دارن که مسلما دارن، که هر که از نسل فاطمه زهرا باشد آتش جهنم را نمیبیند. خب مگر دروغگو دشمن خدا نیست؟ مگر شما نمیگویید برادر امام حسن عسکری جعفر کذاب است؟ مگر جعفر از نسل فاطمه زهرا نیست؟ آیا ایشون هم به جهنم میرود یا به بهشت؟ اگر بخواهید دقت کنید مراجعه کنید به سوره المؤمنون آیه 101 تا 104. تضاد دلیل بر بطلان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای من تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. امیدواریم که این پیام ایشون رو دریافت کرده باشند کسانی که این اعتقاد باطل رو دارند.